باشد که نهضت اسلامی تاجیکستان در طول این مبارزه ها ده ها مراتب این گونه حالت ها را دیده است، از سر گذرانده است، از آنها عبور کرده است و ما شخصیت های خیلی هم قوی تر را از دست دادیم. اما چرا این مرحله یک کمی با دشواری سپری شده ایستاده است، گذشته ایستاده است؟ با یک دلیل است. ما دور از وطن هستیم، مبارزه در یک شرایط دیگر پیش می رود. جهان اسلام از غزه و فلسطین شروع کرده تا منطقه ما در یک حالت دیگر هست و طبیعی است که از این فضا، از این ضعف عمومی جهان اسلام و مخالفین مبارزین در سراسر دنیا بعضی ها استفاده کرده ایستادن و این فشار را بیشتر و بیشتر کرده ایستادن. اما مطمئن باشید که نه نهضت نه پیمان به هیچ وجه از مبارزه، از ادامه مسیر و از رسیدن به اون هدفها دست نخواهد کشید و این را هیچ کس اجازت نمیدهد. برادران و خواهران شما در رهبریت حزب، در رهبریت پیمان، در ریاست، در نهادها خیلی هم آرام، با دشواری هم باشد، خیلی آرام، خیلی هم مصمم، قاطعانه راه را ادامه داده ایستادند و برادران و خواهران دیگر که با هر دلیلی فکر کردن که با نهضت، با پیمان رفتن دیگر معنی ندارد، دیگر باید که راه رو عوض کنند، تغییر بدهند، ما از ایشان واقعا هم صمیمانه، ما این رو در صحبت‌های داخلی هم گفتم، حالا هم میگم که ما برای ایشان برار میخواهیم، موفقیت میخواهیم. مطمئن باشند که اگر اونها پیروز شوند، حتی با تنقید نهضت، حتی با سیاه کردن نهضت هم، اگر اونها پیروز شوند، این پیروزی ملت است، این پیروزی ما هم هست و ما در اون پیروزی خود را هم شریک میدانیم و کمک خواهیم کرد تا اونجایی که میتوانیم. ما مانع ایجاد نمیکنیم، شاید همکاری نکنیم در بعضی حالتها، چون ببینیم که همکاری یا وقتش نیست، زمانش نرسیده است، یا اصلا معنی ندارد، چون راه انتخاب کرده غلط است، نیت خوب است اما راه غلط است. چرا باید همکاری کنم؟ من دیده و دانسته، همون طوری که شما نمیتوانید و حق ندارید با ما همکاری کنید، چون دیدید از نگاه شما که ما غلط رفته ایستادیم، اشتباه کرده ایستادیم. ولی مطمئن باشید که همکاری هم اگر کرده نتوانستیم، مانع ایجاد نمیکنیم، خلل نمیرسونیم، بلکه دعاگاه هستیم. چرا؟ برای آنکه پیروزی یک نیروی مخالف را پیروزی ملت، پیروزی هممون میدونیم. بنابراین برادران و خواهران حزب و پیمان ملی تاجیکستان خیلی مطمئن باشند و این مسیر نیست که با این همه کشاکش و بعض آزردگی ها و بعض دلسردی ها و آمدن و رفتن افراد این مسیر ترک شود، این قطع شود، ادامه پیدا نکند. نه، برعکس، با رنگ دیگر، با شکل